سلام، خوش اومدید به راهنمای سفر 360 درجه تورگیم. در این ویدیو قصد داریم یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های طبیعی ایران و جهان به نام جنگل‌های حرا در جزیره قشم رو بهتون معرفی کنیم و بهتون توصیه می‌کنیم قبل از سفر به قشم حتما ویدیوهای راهنمای سفر تورگیم رو ببینید. این ویدیوها به شما کمک می‌کنن تا با بهترین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و جاذبه‌های گردشگری قشم آشنا بشید و سفر خودتون رو بهتر برنامه‌ریزی کنید. و یه خبر خوب هم براتون داریم و اون اینه که شما با پیدا کردن کدهای مخفی داخل هر ویدیو میتونید به صورت رایگان و به میزبانی تورگیم به اون مکان سفر کنید. در این ویدیو هم 8 کد مخفی وجود داره که منتظر شما هستن تا پیداشون کنید. پس بریم که کدها رو پیدا کنیم و بیشتر با جنگل‌های حرا آشنا بشیم. جنگل‌های حرای جزیره قشم یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های ایران و جهان به شمار میرند. این جنگل‌ها که با نام علمی آوسینا مارینا نیز شناخته میشن، در نواحی جزر و مدی و در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان گسترده‌اند. همچنین موقعیت جغرافیایی وسیع‌ترین جنگل‌های حرا در جزیره قشم بیشتر در مناطق غربی و شمال غربی جزیره واقع شدند. گیاه حرا یکی از چند گونه از درختان مانگرو است که توانایی خاصی در مقابله با شرایط شور و کم اکسیژن دارد. این گیاه از طریق سیستم پیچیده‌ای از ریشه‌های هوایی که مانند لوله‌های تنفسی از خاک بیرون هستند، می‌تواند اکسیژن مورد نیاز خود را از هوای آزاد دریافت کند. این ویژگی به درختان حرا این امکان را می‌دهد تا در خاک‌های بی‌هوازی و شور دوام بیاورند و رشد کنند. علاوه بر این، درختان حرا قادر به تنظیم و دفع نمک از طریق برگ‌های خود هستند که این ویژگی نیز کمک می‌کند تا در شرایط شور و ساحلی رشد کنند. جنگل‌های حرای قشم در مناطقی با جزر و مد شدید روزانه واقع شده‌اند. ویژگی منحصر به فرد این مناطق این است که به واسطه جزر و مد مدام، درختان حرا به طور متناوب غرق در آب شده و دوباره بیرون می‌آیند که این چرخه جزر و مدی تأثیر مستقیمی بر زیست بوم آنها دارد. دمای سالانه این منطقه بین 25 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است و میزان بارندگی آن بسیار اندک، در حدود 150 تا 200 میلیمتر در سال است. این شرایط اقلیمی گرم و خشک با خاک شور و گلی آن باعث شده تا این مناطق شرایط چالش برانگیزی برای رشد و بقای گیاهان عادی داشته باشند، اما درختان حرا به طور ویژه‌ای برای چنین شرایطی سازگار هستند.
جنگل‌های حرا نقش اساسی در حفاظت از سواحل جزیره قشم ایفا می‌کنند. ریشه‌های گسترده و در هم تنیده این درختان باعث تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش ساحلی می‌شود. همچنین این جنگل‌ها به عنوان فیلتر طبیعی عمل می‌کنند و با تصفیه آب‌های ساحلی مانع از ورود رسوبات و آلودگی‌ها به دریا می‌شوند. جنگل‌های حرا زیستگاه مناسبی برای بسیاری از گونه‌های جانوری از جمله ماهی‌ها، خرچنگ‌ها، میگوها و دیگر موجودات دریایی هستند. بسیاری از این گونه‌ها در جنگل‌های حرا به تکثیر و تخم‌گذاری می‌پردازند، به خصوص در دوره‌های جزر و مد که سطح آب دریا پایین می‌آید و مناطق بیشتری از جنگل نمایان می‌شوند. از طرف این اکوسیستم برای پرندگان مهاجر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. هر سال تعداد زیادی از گونه‌های پرندگان مهاجر به این منطقه مهاجرت کرده از منابع غذایی غنی این جنگل‌ها بهره‌مند می‌شوند. در این میان گونه‌هایی از پرندگان کمیاب نیز دیده می‌شوند که حضورشان نشان دهنده اهمیت بین‌المللی این جنگل‌ها در شبکه زیست محیطی جهانی است. یکی دیگر از اهمیت جنگل‌های حرا برای بومیان جزیره قشم نقش آنها در تأمین آذوقه‌های دام‌های محلی است. از دیرباز تا کنون درختان حرا منبع غنی غذایی مهمی به شمار می‌روند که بومیان قشم از برگ‌ها و شاخه‌های این درختان به عنوان خوراکی مغذی برای دام‌های خود استفاده می‌کنند، به ویژه در فصل‌هایی که منابع غذایی بسیار محدود است. جنگل‌های حرا هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سوی جزیره قشم جذب می‌کنند. قایق سواری در میان این درختان در زمان جزر و مد یکی از تجربه‌های منحصر به فردی است که گردشگران می‌توانند در این منطقه زیبا تجربه کنند. جذابیت بصری جنگل‌های حرا به ویژه در هنگام طلوع و غروب آفتاب فرصت فوق‌العاده‌ای را برای عکاسی و لذت بردن از طبیعت بکر جزیره فراهم می‌کند. همچنین تورهای گردشگری خاصی برای بازدید از جنگل‌ها و مشاهده حیات وحش منطقه به ویژه پرندگان مهاجر برگزار می‌شود که گردشگران علاقه‌مند به طبیعت گردی را مجذوب خود می‌کنند. این منطقه به دلیل شرایط جزر و مدی و آبهای آرام فرصت خوبی را برای توسعه ورزش‌های آبی فراهم کرده است. قایق سواری، کایاکینگ و ماهیگیری از جمله فعالیت‌های ورزشی و تفریحی هستند که در آبهای اطراف جنگل‌های حرا انجام می‌شود. این ورزش‌ها نه تنها تفریحی برای گردشگران فراهم می‌کنند، بلکه نقش مهمی در رونق اقتصادی بومیان دارند، چرا که این فعالیت‌ها توسط جوامع محلی سازماندهی و مدیریت می‌شود. با وجود اینکه جنگل‌های حرا نقش بسیار مهمی در حفاظت اکولوژیکی منطقه دارند، اما با چالش‌های زیادی مواجه هستند. تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریا، توسعه بی‌رویه شهری و گردشگری غیرمسئولانه
و آلودگی نفتی از جمله تهدیداتی هستند که می توانند این اکوسیستم را تحت فشار قرار دهند. همچنین فعالیت‌های انسان محور مانند برداشت بی‌رویه و ناپایدار منابع طبیعی باعث تخریب زیستگاه‌های حساس جنگل‌های حرا شده است. برای حفاظت از این اکوسیستم حساس، سازمان‌های محیط زیستی ملی و بین‌المللی برنامه‌هایی برای حفاظت و احیای جنگل‌های حرا تدوین کردند که این برنامه‌ها شامل ایجاد مناطق حفاظت شده، کنترل فعالیت‌های انسانی در این مناطق و بازگرداندن گونه‌های تخریب شده به حالت اولیه است. و در پایان اگر از این ویدیو لذت بردید بهتون توصیه میکنیم حتما بقیه ویدیوهای 360 درجه راهنمای سفر تورگیم رو هم ببینید، چرا که در ویدیوهای بعدی ما بهتون بهترین اقامتگاه‌ها و جاذبه‌های گردشگری نزدیک به جنگل‌های حرا رو معرفی کردیم تا بتونید برنامه‌ریزی بهتری برای سفرتون به قشم داشته باشید. پس ما رو سابسکرایب کنید تا هم از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید و هم توی مسابقه سفر رایگان به قشم برنده بشید.